بندگانم را خبر بده که بیگمان منم آن آمرزنده مهربان و در عین حال این عذاب من همان عذابی است دردناک. و ایشان از مهمان ابراهیم خبر بده. چون بر او داخل شدند به او سلام گفتند. ابراهیم گفت بیگمان ما از شما ترسناکیم. گفتند مترس، بیگمان ما به تو پسر دانا را مژده می دهیم. گفت آیا با وجود این که پیریم فرا رسیده مرا بشارت دادید؟ پس به چی چیز مژده می دهید؟ گفتند ما تو را به حق مژده دادیم، پس از زمره ناامیدان مباش. گفت چه کسی از رحمت پروردگارش ناامید می شود جز گمراهان؟ گفت ای فرستادگان خدا، پس مأموریت شما چیست؟ گفتند بیگمان ما به سوی قوم گناهکار فرستاده شده ایم مگر خانواده لوط. بیگمان ایشان همه را یک جا نجات خواهیم داد جز زنش. مقدر داشتیم که او واقعا از بازماندگان است. پس چون فرستادگان نزد آل لوط آمدند، او به فرشتگان گفت بیگمان شما گروه ناشنایید. گفتند بلکه ما به تو همان چیزی را آوردیم که ایشان به آن شک داشتند. به تو چیزی را آوردیم که حق است و ما واقعا راستگوییم. پس در پاسی از شب خانواده ات را از شهر ببر، عقبشان حرکت کن و هیچ کدام از شما به عقب ننگرد و به جایی که مأمور شده اید بروید. این را نیز به وحی